خسته شدم زن، خسته شدم، یک بار شد من بیام تو این خونه و تو دعوا را نندازی، این خونه رو برای من جهنم درست نکنی. بس دیگه، تا کی میخوای این همه دعوا و ناراحتی رو ادامه بدی؟ سلام خدمت همه شما دوستان عزیز. علت 80% از دعوای زن و شوهری 4 چیزه. 1، بلد نیستیم کی صحبت کنیم. خانم عزیز، اون زمانی که شوهر شما با 100 تا مشغله فکری، با 100 تا ناراحتی، با 100 تا دغدغه، با 8 ساعت کار خستگی میاد خونه، اون زمان صحبت کردن نیست. بذار برای یک وقت دیگه، بذار برای یک زمان دیگه. اون وقت که شوهر شما از سر کار خسته میاد، بهترین کار اینه که شما محیط آرام رو براش فراهم کنی، یه چایی چیزی بذاری خستگیش رفت بشه. بعد وقتی نیم ساعت، 40 دقیقه، 1 ساعت گذشت، خستگی آقای شما رفت شد، بعد میتونی بیری پیشش و اون نیاز خودت رو، اون خواسته خودت رو، اون حرف خودت رو بهش بزنی و صحبت کنی. آقای عزیز، خانم ها نیاز دارن به صحبت کردن، نیاز دارن به این که حرفای خودشون رو به یکی بزنن. شما جوری نباش که حکومت نظامی در خونه ایجاد کنی یا هیچ وقت با خانم صحبت نکنی. اگر میخوای محیط خانوادت، محیط خونت آرامش باشه، جنگ و دعوا توش نباشه، پس حداقل برای خانومت از 20 دقیقه تا 1 ساعت وقت بذار به تناسب خانم ها. بعضی خانم ها خیلی پر حرفن، بعضی خانم ها خیلی کم حرفن، ولی همشون این نیاز حرف زدن رو دارن. پس آقای عزیز، شما هم برای خانومت حداقل 1 ربع تا 1 ساعت وقت بذار، بشین و دلسوزانه و مثل یک دوست و یک رفیق واقعی بشین و حرفاشو گوش کن. نظریه هم نمیخوای بدی، نظر هم نمیخوای بدی، فقط بشین و حرفاشو گوش کن تا این نیاز خانومت برطرف بشه. خانم عزیز، شما هم سعی کن بتونی درست بیان کنی اون حرفی که میخوای بزنی رو. دومین دلیل دعواهای زن و شوهر اینه که ما بلد نیستیم درست بیان کنیم اون ناراحتی خودمون رو. آقا مثلا خانم از صبح تا ظهر با بچه سر کله زده، با مشکلات سر کله زده، حالا وسط این همه مشکلاتش خواهر شوهرش اومده یا مادر شوهرش اومده یا یه زن همسایه اومده گفته که شوهر من هر هفته ما رو میبره شمال، هر هفته ما رو میبره گردش، قربونش برم برای من اون لباس خوشگلم رو دیده بودی، اون شال خوشگلم دیده بودی، اونو برای من خریده. شوهر تو چیکار کرده؟ اصلا آقای شما جایی نبرده. خب وقتی خانم اینا رو هم میشنوه اعصابش خورد، ناراحت. حالا شوهر ما سال به 12 ماه هم ما رو یه جایی نمیبره، سال به 12 ماه هم یه چیز برای ما نمیخره. او کجا بشه که شوهر ما بیاد برای ما یه چیزی بخره؟ این ناراحتی رو تو خودش داره، ناراحت، اعصابش خورده با کل دغدغه‌ها و مشکلات روزش. حالا شوهرش میاد از سر کار، شوهرش میاد، این میخواد این ناراحتی خودش رو درست بیان کنه، ناراحتی خودش رو، ولی چون نمیدونه به صورتی که حمله بیان میکنه. درست شد؟ گفتیم نوع بیان صحبت، نوع بیان اون موضوع، نوع بیان اون ناراحتی خیلی مهمه. شما میتونی بگی که من چقدر بدبختم، هر روز و شب فقط کارم شده نوکری و کلفتی تو این خونه، هیچی، نه مسافرتی نه تفریحی، من یه بردم تو این خونه. میتونی اینجوری بیان کنی. او هم دعوا میکنه، زن من روز و شب دارم کار میکنم، یه بار این حرفو نمیزنم، تمام عمرم و وقتم و اعصابم و همه چیز گذاشتم برای اینکه یه لقمه حلال بیارم سر سفره، بعد تو اینجوری میگی، اون یه چیز این میگه، یه چیز این میگه، دعواهی بالا 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 و نبود آرامش در اون خونه. درست شد؟ با اینکه اگر اون خانم فقط نوع بیانش رو عوض میکرد، حالا شوهرش از سر کار اومده، خستگیش رفت شده، نشسته، میگه علی آقا خیلی دلمون میخواد مثلا یه شمالی بریم، کاش میتونستیم بریم، خیلی دلم میخواد یه بار اگه بشه میرفتیم، خیلی وقت نرفتیم. میگم این بیان نیازه. وقتی شما بیان نیاز کردی، اون تکیهگاه بودنه در درون شوهر شما فعال میشه و میگه که تمام تلاشش رو میکنه یه سفر ببره، یه دلخوشی ایجاد کنه. دیگه اون ناراحتی نیست، شما نیازتو به اون گفتی و اون اصلا ابوحت مردش، اصلا مردانیش در همینه که بیفته دنبال اینه که نیاز شما رو برطرف کنه. ولی اگر شما با دعوا گفتی، اون هم وای میسته، یکی تو یکی من، یکی تو یکی من، و هی دعواها و ناراحتی ها و اینها بالا و بالاتر میره. آقای عزیز، حالا خانم گفتیم، آقارم بگیم، اگه خانم شما ناراحتی کرد، اعصاب خوردی کرد، بدون که اون خانم که از صبح تا شب سر کاره با بچه سر کله میزنه خیلی از تو خسته تره. خستگی شما
مال خستگی کاره، حالا ناراحتی های بیرونه. ولی مرد واقعی، مردی که وقتی میاد طرف خونه تمام ناراحتی خودش رو، غم و غصه های خودش رو پشت در خونه همونجا چال میکنه و وارد خونه که میشه با اخلاق خوب، با رفتار خوب، با برخورد خوب وارد خونه میشه. اگر خانم شما ناراحتی کرد، اگر خانم شما اینها رو بلد نبود، شما بلد باش. درست شد؟ از اون بر خانم عزیز، اگر همسر شما اینها رو بلد نبود، شما یاد بگیر، شما بلد باش. هر کسی تو زندگی مشترک اگر به وظیفه خودش عمل کرد، دعوا پیش نمیاد. سعی کنیم دو طرف این مهارت ها رو یاد بگیریم. مهارت یک طرف هم به درد نمیخوره. پس دومین مورد این بود که علت از دعواهای زن شوهر این که ما بلد نیستیم چجوری اون نیاز خودمون رو مطرح کنیم. آقا میخواد یه مسافرت بره، دلش تنگ شده، خیلی وقت مسافرت نرفته، بگه آقا علی خیلی دلمون میخواد یه مسافرت، یه مشهدی بریم، یه پارکی بریم، یه فلان جایی، همون که نیاز داره، همون نیاز خودش، یه لباس میخواد بخره، کاش اگه داشتیم خیلی خوب میشد اونو بخریم، اگه وقتی شد تونستیم بخریم خیلی خوشحال. نوع بیان. مادرش حالا قسمت بعد چیه؟ سومین مورد چیه؟ سومین مورد اینه که چگونه اون دعوا، اون ناراحتی خودمون رو، اون اولی نیاز، دومی نیاز بود، سومی نوع بیان ناراحتیه. من ناراحت شدم، اعصابم خورد شده. آقا مادر شوهرش اومده خونه، ایراد گرفته، ناراحتی کرده، اعصاب اینو خورد کرده، تیکه انداخته، مطلق انداخته، کلی اعصاب این خانم خورده. وقتی که شوهرش از سر کار اومد، از بیرون اومد، نگه که تو هم با این مادرت. اون میگه چرا به مادرم چیکار کرده؟ میگه مادرت اینجوری گفته. اون میگه مادر تو هم اون زمان اینجوری گفته بود، یه روزی به من اینجوری گفته بود، بیاد تو فلان مهمونی به من اینجوری گفت، اومده بود به من اینجوری. یکی اون میگه، یکی باز ناراحتی، باز اعصاب خوردی، باز مشکلات. درست شد؟ نوع بیان ناراحتی هم خیلی مهمه. میدونید یک مدلش اونجوری بود، یک مدلش اینجوری که آقا علی امروز مادر جون اومده بود خونه، خیلی با هم دیگه صحبت کردیم، ولی یه حرفی زد خیلی ناراحت شدم، خیلی دلم گرفت، کاش این حرف به من نمیزد. میگه چی گفته به شما عزیزم؟ چی گفته عزیزم بهت؟ میگه اینجوری گفته به من. نه، اونم میگه نه مادر مثلا اینجوری، منظورش این نبوده. نکن چقدر برخورد فرق کرد، چقدر واکنش ها فرق کردن. این برخورد چقدر آرامش به همراه داره، چقدر از تنش و دعوا کم میکنه. درست شد؟ پس اینم نوع سوم. نوع چهارم، علت چهارم دعواهای زن و شوهری که خیلی از هم مهمتره، اینه که هیچ وقت ما وقتی برای کسب مهارت زن و شوهری نمیذاریم. ما تو این مجموعه ویدیوها سعی کردیم که کم کم شروع کنیم از یکی دو تا کلیپ که تمام مهارت‌های زندگی موفق رو، زندگی زن و شوهری موفق رو، همسرداری موفق رو بذاریم. سعی کنید شما عزیزان هم اگر دوست دارید که مهارت‌های زن و شوهری رو یاد بگیرید، حتما به این کانال و این پلیلیست مراجعه کنید و کلیپ‌های به ترتیب این کلیپ‌ها رو هم ببینید. وقتی گذاشتم حتما رو صفحه اینجا میذارم که شما بتونید بقیه کلیپ‌ها رو ادامه‌ش هم ببینید. خب اگه دوست داشتید حتما ما رو سابسکرایب کنید و لایک کنید و کامنت هم حتما بذارید. خب مورد چهارم چیه؟ مورد چهارم این که هیچ وقت نرفتیم یاد بگیریم مهارتی رو. هیچ وقت نرفتیم برخورد درست با همسر، برخورد درست با شوهر رو یاد بگیریم. ما برای خرید یک گوشی 10 تا جا میریم. ما برای خرید 4 کیلو سبزی 10 تا جا میریم. از 10 نفر سوال میپرسیم گوشی فلان میخوام بگیرم یا میخوام مثلا برم از فلان جا مرغ بگیرم، کجا بهتره، کجا ارزان تره. تحقیق میکنی، مطالعه میکنی، درسته؟ 4 تا سرچ میکنی. حالا که رفتی ازدواج کردی، همسر گرفتی برای خودت، حالا هم باید یک چیزای درباره برخورد صحیح در زندگی مشترک یاد بگیری. درسته؟ که بدونی برخورد صحیح با همسر چجوریه، برخورد صحیح با شوهر چجوریه، اخلاقیات اون چیه، نیازهای اون چیه، من چجوری میتونم نیازهای اونو برطرف کنم، اون چجوری میتونه نیازهای من در چالش ها چگونه باید رفتار کنم، اخلاق اون در هر صحنه چجوریه. درست شد؟ وقتی ناراحت میشه واکنش من چجوری باشه، من نوع بیان، یعنی آموزش، یاد گرفتن نوع برخورد صحیح هم خیلی مهمه. سعی کنید عزیزان برید دنبال کسب مهارت. هیچ آدمی که مهارت نداره به همه جا گند میزنه، همه جا خراب میکنه.
سعی کنید که دنبال این باشیم، دنبال کسب مهارت باشیم، دنبال این باشیم که زندگی خودمون رو، همسر خودمون رو، تو این دنیا هیچ کس از همسرت به شما نزدیکتر نیست، هم شما آقا هم شما خانم. سعی کن به خاطر دیگران زندگی شیرین خودتون رو خراب نکنید و با کسب مهارت زندگی شاد و لذت بخش داشته باشید. امیدوارم که برای شما مفید واقع شده باشه صحبت‌های بنده و سعی کنیم که با یک قدم تغییر در خودمون نه که بریم بگیم سرزنش کنیم طرف مقابل تو چرا یاد نداری، نه، با یک قدم تغییر در خودمون زندگی خودمون و اطرافیان و عزیزانمون رو عوض کنیم و زیباتر کنیم. شاد و پیروز باشید. خداحافظ شما.